یک کوسه زدم خواهید بطور تو یک کوسه چو اگر سه چمه خورم شاید که ممکن سرما میتونم بهترین چیزه بچه چی بانم؟ آدم چیزی شیش پول بخش او هم مکسه بعد یا جا میبردوریم هم گپی تو چی بدوزی؟ با دستی چپ زمزم میخورم اینا ما تروزی میتیم هم دستی چپ میمایی درست؟ این دست چپ چپ من بخواه من ترا با دستی چپ میتیم این دستی چی تایی؟ این دستی راست بیا اینا ما با دستی چپ ترا زمزم میریزیم نمیخرم ایو نه اولی بی نمیخرم مالی نخواه بیست من ترا با دستی چپ زمزم میریزیم راینا تو با کدوم دست کردگی؟ با دستی راست این اوی زمزم بسم الله الرحمن الرحیم بگو بخواه نه تو با دست چپ ریختی شو وای پرابلم نیست پروس اوی زمزم در دستی تا کو با دستی راست بخواه دستی راسته یا چپه باز باتره نوارا نشون میتونم من با دستی چپم ترا ریختم انا نه گوش کن نواری تو معلومه نه که آدم ایستادگیش معلومه کی فهمیدی برادر که دستی چپ دیگه های کتفی چپ دیگه های کتفی راست دیگه همین های حوزی در دستی کدام چه؟ ای دستی راست ما بخواه حوزی گفتی نمیخوام با دستی چپ تو گفتی بخیر بعد دستی چی خورده؟ بعد دستی راست بعد انیق؟ همه نگه دارم همه نگه کنم بگو بسم الله الرحمن الرحیم که بعد دستی راستم خوردم بسم الله الرحمن الرحیم که بعد دستی راستم خوردم اینا برادرها با ما با شما میگم که این تلفن مرا تماشا کنیم من با دستی چپ آب ریختم این با دستی راست خورد سلام علیکم دوستان عزیز ببینید که چخیل میجوشه شیر من شتره یک کس میخپه و یک کس میجوشه یعنی گرم این روز با گرم این چند که بخوام حاجی مازش خیلی دست الحمدلله بهترین چیزه بچه چی بانم؟ آدم چیزی شیش پول بخش بعضی هم میگن که هم خیلی دواش بگیری برای ضد گپاتیت سه بوده گپاتیت سه را بین میبره اگر نمود دوای خیلی وجود نداره گپاتیت را بین میبره نه که به هر حال آینه سرجم بی بسم الله یا بار دیگه با پرش میکنیم ها چند خیلی خیلی ماشاءالله یا دامی گرمیش بیا که یعنی ما بدو فکرم بیا که برز چوت ملا میسا چوت هلا اوکی میسا ملا حندرا ای هنجك مال سبحان الله ابي ها چیستی بیا هلا اینا میش باسه اینا میش باسه اینا تا یک تا باسه یک تا باسه رفتیم واحده او کت جبرین رفتیم اینا برادر بیجا جورای ما رفتیم انا از میریم جورا جان از میریم اونجا میبینیم از بو برای ما عدل نه شیر میگیره که من خودم نوار برداری میکنم و با شما نشون میدم همین وقتی در اومده استاروش نباشین که همه شترو قدر آدمگری ندارن یا آدمگری که بخشیت ندارن سران احتیاط کن خوبه انا دوستان عزیز شاید که این در بین یا گشتن یک حیوان حشرات کون حلقت نکفه رفتی کجا رفتی از اینجا اوجا رفتی دوستان عزیز ایدومش مسئول کده رفتم هجا هیچی با اوجا هسته گل جیما حال جیما که رفتیم اینجا کراچی باز باشون نشونتون اینجا یک چم تره ها کبیر کبیری کلغم نشه فینیش جایی چی موندگی نیستن شترچو را تماشا کنیم ماشاءالله برادران عزیز یک بار دیگه به شما میگیم که ما همچون سیاه در اینجا اشتراک داریم همچون سیاه یعنی توریست در عمره فکر میکنم که بهترین انشالله این سفر ما سفر زیارتی بود باز بهترین شد همراهی من این برادرمون که معلومات پوره را با طرز درستش برای ما و شما پیشنهاد کرد گفت انا اگر من خودی من میبود با تحت لفظی هر اون چیزی که من میدیدم مقصد شتر سفید است زرد است
همین چیزا به شما میگفتم تمام. چقدر که ای استادمون برادرمون معلومات داد، حدیث آورد که شیر شفا بخش است. بله. انا استاد الله سبحانه و تعالی هم حتی میتونه ذکر نام ایبیل در ایبیل یا نقه یا جمال در کلمبولای خودش آورده دیگه. فلا ینظرون الی الابیل کیف خلقت، در همین یک چیوی داره به خودش، حکمت‌های داره این آیات. بعضی میگن که با تفسیر آیات با قول رسول صلی الله علیه و سلم. برای همین اما ما چون سفر عمره که داریم، سفر عمره به خاطر است که همین سفر عبادتی ما هم سفر عبادتی باشد، هم سفر زیارتی باشد، هم سفر سیاحی که الله سبحانه و تعالی میگه فسیروا فی الارض، یعنی در روی ارض بگردید. از ندیدن در دیدن خوبتر است. آدمی نادیده مفکوره تنگ دارد، آدمی که میبیند مفکورش وسیع میشود. هر یک کس یک چیز همینجا میگیره برای خودش، یک دستاورد، یک بگیم تفکری همه انسان دیگه میکنه، چرا که ای پیش به چشم بدن خودت همون چیزا میبینی. باقی خداوند نگهبانتون باشه. هر کس یک فهمیشه، هر یک کس یک نظریه دارد. ما به خاطر انا همین بگیم دیدن با چشم خود با درخواستی که حجه کرده بودن، همچون خودیم حجه انشاءالله اومدیم همین کارا کردیم. سلامت باش برادر عزیز. چقدر که گفتیم جهان بینی واسه شدن از گشتن است، از رفتن و دیدن و خوردن است.